سلام ارادت، امیدوارم که حالتون خوب باشه و پر از انرژی باشید. توی این ویدیو میخوایم درباره سشن لندن یکم صحبت بکنیم و ببینیم که سازوکار مهمترین ساعات لندن به چه صورته. خب مهمترین ساعات لندن به تایم نیویورک میشه از ساعت 2 تا ساعت 5 صبح نیویورک. من قبلا ساعت مهمترین ساعت لندن رو به تایم ایران گفتم، به تایم بروکر گفتم و الانم دارم به تایم نیویورک میگم. بچه‌ها این ساعت رو کافیه که شما چارتتون رو بذارید روی حالت نیویورک، به تایم نیویورک ست بکنید و خیلی راحت میتونید مهمترین ساعت لندن رو پیدا بکنید و به تایم خودتون، به اون تایمی که دوست دارید، تایم ایران، تایم بروکر یا هر چیز دیگری تبدیلش بکنید. تبدیل کردن تایم مثلا کار سختی نیست. ساعت همه جای دنیا من بهتون قول میدم که یکسان باشه و فرقی نکنه اون واحد اندازه گیریش. حداقل از ساعت 2 تا 5 صبح به تایم نیویورک مهمترین ساعات لندن رو داریم. دوستان من دیگه نمیگم مهمترین ساعات لندن، میگم لندن. اوکی، پس هر جا که من گفتم لندن یا سشن لندن یعنی از ساعت 2 تا ساعت 5 صبح. اوکی، خب سوال پیش میاد، یه ابهام که خیلی از بچه‌ها همیشه داشتن اینه که آقا ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم که لندن از ساعت 2 صبح نیویورک نیست، لندن از ساعت 3 صبح نیویورکه. تازه سشنش از اینجا باز میشه و تو چجوری مثلا یه ساعت قبلش رو در نظر میگیری؟ چند تا نکته اول دوستان، من این آموزش رو دارم به شما میدم، قطعا خودم روی این نکته‌ای که گفتم وسواس زیادی داشتم، رفتم بررسیش کردم که حتی ساعت 10 دقیقه یه رو هم این ور اونور نشه و دارم میام به شما میگمش. پس ساعتیه که از فیلترهای مختلفی رد شده. بهت حق میدم سوال برات پیش بیاد، اما ازش استفاده کن و بک تستش رو بگیر. قطعا این ساعت مهمی خواهد بود. اما جواب شما، نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ببینید دوستان، توی یک کشور مثلا همون انگلستان یا لندن بازارهای مختلفی رو ما داریم. فقط یه دونه بورس و اوراق بهادار نیست که بچه‌ها دارن بهش نگاه میکنن. مثلا طرف میاد میگه آقا بازگشایی سشن نیویورک من رفتم بررسی کردم از ساعت 6 عصر ایرانه، تو در حالی که میگی از ساعت 4 و نیم عصر ایران. خب این 1.5 ساعت عقب‌تره. این اشتباه نکته‌ای که داری میگی، در حالی که ببینید خب آره بورس ایالات متحده از ساعت 6 عصر ایران باز میشه و من کاملا اوکی هم باهات قبول دارم، اما فقط همین یه دونه بازار بورس رو شما توی ایالات متحده داری. بانک پس چیه؟ ساعت بانک آیا میتونه متفاوت باشه با بورسشون یا میتونه نباشه؟ بازار فیوچر پس چیه؟ بازار هم قراردادهای آتی، بازار اوراق قرضه چیه؟ بازار دیگری اصلا توی ایالات متحده وجود نداره؟ نکته سومی که میخوام در ادامه نکته دوم بهش اشاره بکنم، بچه‌ها ما توی خود ایران، توی ایران خودمون، بورس تهران ساعت 9 شروع به فعالیت میکنه اگه اشتباه نکنم، اما از ساعت 8 دیگه سفارش گیری ها شروع میشه. حالا شاید سفارش گیری برای افراد خورده شروع نشه از ساعت 8، اما بروکرها، کارگزاری ها، صراف ها، نمیدونم اون لابیگری هایی که میخوان انجام بدن، رانت هایی که میخوان جابجا کنن، از این ساعت، از ساعت 8 صبح این اتفاق میفته. اون هماهنگی هایی که میخوان اسمارت مانیا با هم دیگه انجام بدن توی این ساعت پیشگشایش بازارهای اتفاق میفته و ساعت قبلشون هم ممکنه تا حدی برای ما مهم باشه. اوکی، از این نکات من میگذرم. پس ساعت مهمترین ساعت لندن از ساعت 2 تا 5 صبح ایالات متحده هستش که گفتیم دیگه نمیگیم مهمترین ساعت لندن، میگیم لندن. اما دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته توی لندن و ایده ما روی لندن به چه صورته؟ ببینید دوستان، توی لندن از ساعت 2 تا ساعت 5 صبح نیویورک فرضیه اولیه ما اینه که قیمت میتونه بره سقف و کف روز رو بذاره، یعنی بالاترین سقف روز و بعدن کلن ریزش، یا پایین ترین کف روز و بعدن کلن افزایش، کل روز رو دیگه صعودی بشه. خب یا این کارو میتونه بکنه، یا در اکثر مواقع اینه که لندن معمولا میره یک سقفی رو ایجاد میکنه و ریورس میکنه. مثلا میاد نقدینگی یه جایی رو میگیره، یه سقفی رو استاپ هانت میکنه، یه سشنی رو استاپ هانت میکنه، به یه بریک ایونی به یه جایی میرسه و بعدا میتونه ریورس بکنه. یا برعکس میتونه بیاد یک کفی رو ایجاد بکنه و بعد از اینکه اون کف رو ایجاد کرد نقدینگی گرفت، یه سشنی رو زد، واگرایی ایجاد کرد، به بریک ایون رسید و خیلی از کارهای دیگه، میتونه یه ریورسی رو دوباره داشته باشه. یعنی کل این 3 ساعت رو از ساعت 2 تا 3 و از ساعت 3 تا 4 تا 5
کل این 3 قسمت رو شما میتونی به 2 تا نیمه تقسیم بکنی که توی نیمه اول لندن میتونه یک کاری بکنه و توی نیمه دوم میتونه کلا برگرده. اوکی، که به این فاز اولش ما میگیم فاز کشیدگی یا فاز پروترکشن توی قیمت، که این فاز کشیدگی معمولا میره نقدینگی جذب کنه توی لندن. نقدینگی لندن برای ایجاد یک حرکت معمولا از ساعت 2 تا ساعت 3 یا از ساعت 2 تا ساعت 3 و نیمه، یعنی ساعت 3 تا 3 و نیم معمولا ما میتونیم یک ریورس رو توی حرکات لندن ببینیم. اگر نقدینگی خوبی جذب کرده باشه، اگر واگرایی ببینیم که قطعا میبینیم، پس ما میتونیم پوزیشن‌های خوبی رو بگیریم. یعنی از حوالی 3 تا 3 و نیم دیگه با منتظر یه برگشت توی لندن باشیم، چون فاز پروترکشن و فاز کشیدگی خودش رو زده و بعد از اون احتمال داره در مسیری خلاف مسیر قبلی خودش حرکت بکنه. این لندنه بچه‌ها خیلی مهمه و سشن مورد علاقه من هم هست. حالا نه فقط من، کلا خود امریکایی‌ها هم به همین صورتی که مثلا از ساعت 6 عصر میخوابن تا ساعت 12 شبشون، از ساعت 12 شب بیدار میشن. تازه تریدرهای بزرگشون اینجور که توی داستان ترید کردنش رو شما میتونید ببینید، از ساعت 12 شب بیدار میشن تا ساعت 6 صبح خودشون. یعنی حالا مثلا اصطلاح بی‌ادبانه‌اش اگه بخوام استفاده بکنم، مثل یه جغد، خب که شبا رو بیدار میمونه. حالا خفاش بود یا جغد بود نمیدونم دقیق، ولی بیدار میمونه و لندن رو ترید میکنه. یعنی با اینکه خودشون یه سشن مهمتر رو دارن، سشن نیویورک، اما بیدار میمونن برای ترید کردن لندن. بریم روی چارت و من چند تا مثال از چارت براتون بزنم درباره ریورس هایی که توی لندن شما میتونید ببینید و فازهای پروترکشنی که ایجاد میشه. تایم 3 دقیقه رو داریم بررسی میکنیم. بذارید من چارت رو بزنم روی حالت 1 دقیقه که یک بازه گسترده تری داشته باشیم. اینجا سشن لندن برای ما استارت میخوره و میبینیم که از ساعت 2 قیمت میاد پایین، به ساعت 3 که میرسه یه دونه ریورس رو داری. قطعا این پایین داری واگرایی میبینی که ریورس داشتی، قطعا اومدی استاپای جای مهمی رو زدی که توی ارزهایی که کورلیشن مثبت مثلا با همین ارز دارن اونا نرفتن اون کف ها و سقف های خودشون رو هانت بکنن. یعنی واگرایی داری میبینی یک کلام. خب و قطعا واگرایی هست. اگه ندیدی ترید نکن ریورس لندن رو، چون ممکنه پوزیشن خوبی نباشه. ببین ساعت 3 تا 3 و نیم انتظار ریورس داشتیم که همین اتفاق افتاد. پروترکشن خیلی قوی هم دیدیم توی قیمت، وی شکل هم اومد برگشت، یعنی اصلاح هم بزنه دوباره میره بالا، از اوناست. بریم روز قبل رو بررسی بکنیم. روز قبل یک استارت پرقدرت از اینجا توی نیویورک، یک پروترکشن خیلی قوی به ساعت 3 و نیم که میرسیم یه برگشت رو به بالا داریم. از اونا که میاد بریک آف استراکچر میزنه و برگشتاش رو هم حتی باید بخرید ها، یعنی میاد یه چنین کاری رو انجام میده. البته خب این روز یه روز تریدینگ رنجی بوده که خبر آنچنان مهمی نداشتیم و مارکت زیاد دور نمیشده. کلا روز قبلش رو بررسی میکنیم. لندن از اینجاها تقریبا باز میشه میره بالا، یک فاز پروترکشن رو توی قیمتش ایجاد میکنه. اینجا به ساعت 3 و 33 دقیقه که میرسه شروع میکنه به پایین اومدن و یک ریزش خیلی بزرگ رو شما توی این حرکت میتونی ببینی، چون رفته نقدینگی اینجا رو گرفته، نقدینگی بالای این سقف کوچولوی اینجا رو زده، چون یه ترند بوده که استاپا تونستن بیان پشت این کندل های اینجا تریل بشن. استاپا رو که میگیره فاز پروترکشن، قطعا واگرایی هم دیدی، قطعا یه اتفاقاتی افتاده، میتونی سلش رو بزنی. ضمن اینکه این از اون حرکاتیه که احتمالاً روی برگشت هاش هم شما میتونی دوباره یه سل مجدد بزنی، یا توی خود همین شما میتونی دوباره یه ورود مجدد هم داشته باشی. روز قبل رو دوباره بررسی میکنیم. ساعت سشن لندن از ساعت 2 که ببین از اینجا که باز میشه یک افزایش تا ساعت 3 صبح و از اونجا یک برگشت با قدرت. به ساعت 3 و نیم نرسیده دوباره یک برگشت با قدرت. یعنی دو تا ریورس رو میتونی توی چارتت ببینی. حالا میتونی صبر کنی تا ساعت 3 و نیم تا فاز کشیدگی نهایی قیمت رو هم ببینی. فاز کشیدگی معمولا یک حرکت با مومنتوم بالا هست که میره برای زدن نقدینگی یه جای مهمی که قطعاً واگرایی هم با یک ارز دیگری دارد. اوکی، من دارم خیلی روی این تاکید میکنم دوستان. بر ندارید مثلا ببینید توی لندن شما از ساعت 2 تا 3 اومدی پایین، بعد برید بای بزنید توی ساعت 3 بعد ببینید چرا نرفت بالا، اینکه ریخت. خب ببین واگرایی دیدی، ببین چه اتفاقاتی افتاده. قشنگ همه چیزو باید بررسی بکنی. سقف کف مهمی چیزی هانت شده برات یا نشده. توی این روز هم که خب روز خبر بوده، زیاد روزهای خبر کلا مارکت حال مساعدی نداره.
سشن لندن از اینجا باز میشه، یه فاز کشیدگی به سمت بالا از ساعت 3:30 شروع کنه به ریزش. نقدینگی بالای این سه تا سقف رو ببین چقدر قشنگ میاد میگیره. روز قبلش دوباره به همین صورت سشن لندن که باز میشه، یک کشیدگی خیلی کوچیک از ساعت 3 به سمت بالا میریم، دوباره از ساعت 3:30 یه سقف ایجاد میکنیم میایم پایین. یعنی دو تا فاز کشیدگی رو انگار توی قیمت داشتیم، ولی اصلی از همون ساعت 3:30 اتفاق افتاد. دوباره روز قبل رو بررسی میکنیم. ساعت 2 سشن لندن از اینجا استارت میخوره، یک پروترکشن با مومنتوم و بعد از اون هم ساعت 3:30 میبینیم که قیمت کلا دیگه یه ریورس خیلی جزئی رو البته داره. اینجا هم که از ساعت 2 سشن لندن باز میشه، شروع میکنه به سمت بالا حرکت کردن. 3:30 یه برگشت با قدرت، یه برگشت مجدد و روی برگشت مجدد هم هست شما میتونید سل رو بزنید، زمینی که هرگز بالای این سقف قبلی هم نرفته. اینجا هم که ببین یه پروترکشن قوی توی لندن داری میبینی با مومنتوم و قیمت میاد خودش رو به ساعت 3:30 که میرسونه یه ریورس شما داری ببین نقدینگی زیر اینجا رو گرفته و قطعاً واگرایی داری میبینی، قطعاً واگرایی هست و چارت تو ریز کن توی تایم فریم های پایین، دنبال نقطه ورود خیلی بهینه باش. بعضی وقتا هم هست که این پروترکشنه و این حالا بهتر بگم ریورسه کار نمیکنه به خاطر اینکه یا بعد از خبره، ساعت بعد از خبر، یا قبل از یک خبر مهمه. کلا روزهای قبل و بعد خبر و روز خود خبر ممکنه یه ذره چارتتون ریپ بزنه به قول معروف. و اینجا هم داریم میبینیم لندن که باز میشه از ساعت 3:30 مارکت یه ذره درجا میزنه تا خود لندن رو تموم کنه و بره توی نیویورکش، یعنی ریورس نمیبینی ولی خب جلوی حرکت قیمت گرفته شده. روز قبلش دوباره توی این نواحی شما داری میبینی که لندن که باز میشه یک ریزش رو داری، از ساعت 3:30 هم تقریبا یک برگشت با قدرتی به سمت بالا میزنی، اما پروترکشن اصلی این بوده که رسونده خودش رو به ساعت 3:30 و از اونجا قیمت با مومنتوم شروع میکنه به ریزش. روز قبل از ساعت 2 لندن باز میشه میره دوباره یک فاز کشیدگی، دوباره برمیگرده سقف رو ایجاد میکنه توی ساعت 3:30 و از 3:30 یک ریزش با مومنتوم خیلی زیاد رو شما شاهد هستین. روز قبلش دوباره که از اینجاها لندن تقریبا باز میشه میره بالا میاد پایین، از ساعت 3:30 یک برگشت با قدرت رو به سمت بالا داری میبینید، دوباره هم همین اتفاقات میفته. این از اوناییه که منجر به بریک آف استراکچر میشه، این برگشته و توی پول بکش هم میتونی خرید بکنی از اوناست. و دوباره روز قبل رو هم بک تستش رو بگیریم دیگه، این آخرین روز احتمالاً باشه چون خیلی دیگه احساس میکنم تایم ویدیو داره میره بالا. لندن که باز میشه یه فاز پروترکشن با قدرت، استاپ هانت این کف اینجا و قطعاً واگرایی هم احتمالاً دیدی با چند تا ارز دیگه و از ساعت 3 مشاهدین هستیم که قیمت با قدرت شروع میکنه به سمت بالا حرکت کردن. آقا لو به مطلب رو گرفتی چی شد؟ توی لندن احتمالاً شما سقف و کف مهمی رو ایجاد خواهی کرد. حالا این سقف و کف مهمه من دارم بهت میگم میتونه مثلا ساعت 3 تا ساعت 3:30 به تایم نیویورک باشه این سقف و کفه که عمدتاً دیدیم الان بک تستشون هم گرفتیم که توی این تایم ها شکل میگیره. حالا من درباره این ساعات مهم، حالا خود لندن خیلی موارد مهمی داره، خیلی جزئیات زیادی داره که توی دوره جدید من دربارش بیشتر صحبت میکنم، صرفا به همین یه دونه ساعت اکتفا نخواهیم کرد. و اینکه روزهای خبر، روز بعد از خبر، روزی که شما مثلا یه دونه حرکت شاید 100 پیپ 150 پیپ داشتی دیگه روز بعدش شاید دنبال ترید کردن توی لندن نباش، زیاد لندن شاید چیز جالبی نباشه برات، شاید سورپرایزت کنه با حرکاتش و استاپای زیادی رو شاید بخوری. از روزهای قبل از خبرهای خیلی مهم، خبرایی که تغییر خیلی بزرگی توی مارکت ایجاد میکنن. خلاصه حواستون بهش باشه. خیلی مخلصم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. نظرتون برام کامنت بکنید، اگر سوالی چیزی هم بود من در خدمت شما هستم. خیلی مخلصم. ارادت. یا علی مدد. خدا نگهدار.